مرکزی کرمانشاه. خوشگوار فروشی 90% جنساشون همه هم مزرعه شده است. اینا همه عراق میان، قابل ما همش عراق میان. ابزارالاز حالا یه اسباب بازی ها بگیم ایرانیه، بعد اشتباه نکردیم. اینا همش عراق میاد. اینا وانه دوازه مرایشی اکثر نمیاد. یه ابزار چراغ و مراقبه که تو اینترنت همه تبلیغش نمیکنن و اینا ایرانیه. مغازه های لوکس لوازم خانگی های خوب، همه درجه یک اورجینال متا. فقط یه بدی داره، ضمانت نداره. امروز روز شنبه، یه شنبه است، خلوت. جمعه اینجا راه نیست اصلا رد چی. نوع اقسام جنس های درجه یک و اصلی با قیمت های مناسب. خدای قیمتاش خیلی عالیه. جوانرود، بازار مرزی جوانرود. الان آمدیم کرمانشاه 100% سریع هم بیم بالا این کافش هم خارجی اورجینال. کفشای همه تو بازارهای تهران و اینا میدن 2 تومن 3 تومن. اورجینال نیست، جنس 2. عطرات، کلون، ژیلت 5 تایی هم میدن بسته 10,000 تومن با مارک خود ژیلت. جلومه گرفتن شوکر، اسپری، اسلحه همش اینجا هست. همه چی لوازم بهداشتی، شوکر و اسپری هم دارن. ساعت. من خوشم از غرفه ابزارالاتش هم میان. اینجا مال شکاره، چی دلت بخواد داره. عینک‌های همه برندهای اورجینال. شاید بخوای حساب بکنی تنوع مغازه ها شاید بگم به 15 جورم نمیرسه. نگاه کن، یا لوازم خانگیه، یا لوازم بهداشتیه، یا اجناس شکاره، یا قهوه محوست، یا شکلات خارجیه، یا عطر اتکلونه، یا کفشای خارجیه، کتانی خارجی. ولی تلویزیوناش حرف نداره خدایی. الان اینم جلو رام هست، برم یه جا نشاندام بدم. خدایی لوازم برقی فروشی هاش کلن. نگاه کن تلویزیون. ویدیو بعدی فعلا.